تاجیکان در آینه تاریخ. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع روح جاویدانه باختر و بخش حیات بخش ادامه می دهیم. رود بخش رود مقدس و حیات بخش بوده در پهنای ایریانم و ایجه زمین ها را شاداب می گرداند، با آدمان رزق و روزی می بخشید و چهار پایان را از گیاه و علف های سبز بهره‌ور می نمود. اصطلاح بخش در تاجیکی قدیم معنای کلام گفته شده را دارد که همسنگ تعبیر مناجات، دعا و نیایش کردن است. در زبان سعودی نیز هم معنای تعبیر سخن گفتار بوده است، یعنی در حق الهه دریای حیات بخش و رزق آفرنده آخشا مناجات و نیایش کردن را افاده می کند. در سرچشمه های هندی کلمه بخشو نام امودریاست که یونانیان آن را با کلمه هماهنگ آن آکسوس نام بردند. عجب نیست که عباره زردشت وخشور هم از همین جا برآمده بار تعبیر زاده و ساکنی کنار رود وخش یعنی آمو صحیحترش وخشی و وخش زاده را بکشد. بنا به معلومات شرقشناس معروف لیوشیتس در آثارخانه شهر کلکتا کتیبه روی سنگ محفوظ است که نوشتجات وخش خدای یگانه را دارد. مثلا ابو ریحان بیرونی که خود زاده منطقه خوارزم است از باب رسم و عادت خوارزمیان سخن رانده خبر می دهد که این مردم عید با نام وخشنگم یعنی وخش هنگام دارند و شرح می دهد که وخش نام ملائکه است ناظر آب و نگهبان دریای وخش و جیهون. واقعاً در مجموع مصنوعات خزینه امودریا انگشترین طلایی محفوظ است که وظیفه مهر را ادا نموده در روی آن عکس مخلوق اساطیری گاوصورت آدمسر و بالدار حکاکی شده است. در حاشیه انگشترین نوشتجات با خط آرامی ثبت شده است که آن را محققان وخشو یعنی الهه رود وخش تفسیر کردند. محض همین نوشتجات دلیل رد نشونده است که عمومیت خزینه امودریا و بازیافت‌های معبد وخش را ثابت می‌نماید. از این رو باختریان قدیم برای بزرگداشت رود مقدس وخش و پاس خاطر الهه بزرگ آن آخشا که در تصور آنها الهه آب و آبیاری بوده است از زمانهای خیلی قدیم اشیاهای گرانبها را نذر و نثار می‌کردند، قربانی و هدیه ها می آوردند، نیایش و پرستش می نمودند و حتی سجده و عبادت می گذاریدند. در این باره هنگام تحلیل مسکن آریایی های شرقی سرچشمه اوستا، تعلیمات زردشت و وطن اصلی آن مفصلتر توقف خواهیم کرد. کهن‌ترین بازیافت معبد وخش غلاف آجی خنجر باختری ساخت اکینک است که در روی آن دو منظره با آهو حمله آوردن درنده مجسم شده است. شیر در قسم بالای غلاف عکس یافته است که با پایهای پیش آهوی را داشته با پایهای عقب آدموار راست ایستاده است. شیر تا اندازه قیافه انسانی داشته که فعلا اساطیر روایتی افاده توانایی و قدرت پادشاهان اساس یافته است. در قسم پایانی غلاف درنده شبیه گربه کلان را می‌بینیم که به چنگالش آهوی بیچاره افتاده است. تصویرهای روی غلاف از روی اسلوب محصول دست هنرمندان باختری بوده موافق عقیده باستانشناسان در عصرهای 6 و 5 تا میلاد آفریده شدند. در بین بازیافت‌های صنعت مجسمه سازی پیکره خرد اسکندر مقدونی مقام خاصه دارد.
این پیکره که از آج تراشیده شده است در سر تاسکلاهی دوشاخه دارد. تاسکلاهی با کله شیر مانند اسکندر از یک طرف شأن و شوکت غالبیت را افاده نماید، از طرف دیگر به خاطر ما قصه های اسکندر ذوالقرنین یعنی شاخدار را می‌آورد که از ده ها اسکندرنامه های شاعران تاجیک و فارس برایمان آشناست. باید ذکر نمود که هنگام حفریات تخت سنگین شماره زیاد شمشیرهای جنگی و غلافهای آجی پیدا شدند که در طول 150 سال حفریات دنیای عتیقه این مقدار شمشیرهای گوناگون ساخت یکدمه و دودمه دسترس نگشته بود. غالباً این شمشیرها به سپاهیان سواره و پیاده یونانی منسوب بوده. شاید هنگام عبور لشکر جهانگیر اسکندر مقدونی از گذرگاه رود آمو به معبد وخش نظر شدند. از بین پاره های جوشن و توده شمشیرها لوحه های پدید آمدند که در روی آنها منظره های شکار و اسب سواری نقش بستند. این لوحه ها را به دیواره صندوقچه آجی نسبت داده باستانشناسان آن را باختریان هنگام شکار نامیدند. هنرمند نفیسه‌کار باختری سر و لباس سواره، طرز نشست، آلات شکار، امثال کمان، نیام، زیره و افزار اسب را چنان با جزئیاتش خاتمکاری کرده است که از آنها سیمای واقعی باختریان را تصور کردن امکان پذیر است. دو سواره جانب سیدها تیر می اندازند. چند غزال زخمین افتاده روباه و زرگوشان در گریزند و مادرشیر مجروح برای نجات بچه هایش آماده به سواره ها در افتادن است. این منظره ها برای آموختن سطح مدنیت، آلات و افزار جنگی و مهارت اسب سواری و اسب پروری باختریان از چندین اثرها دیده مواد فراوانتر داده می تواند. آثار تخت سنگین صحیفه های ناعیان خزینه امودریا را برایمان گشاده ثابت نمود که این گنجینه بی امثال محض پاره از نظرهای در طول 100 ساله ها نثار نموده معتقدان و زیارتگران بوده است. معلومات افسران انگلیس برتون و کانینگهم در خصوص از پایاناب رود وخش و پنج یافته شدن خزینه نیز تصدیق گردید. علم باستانشناسی انیق کرد که خزینه امودریا یادگار از روح جاویدانه باختر و عالیه رود حیات بخش وخش بوده از تاریخ بسا کهن و اصالت دیرینه تمدن و دولتداری تاجیکان بشارت آورده است. حفریات قلعه میر، کیقوبادشاه، تخت قباد، تخت سنگین و دهها تحقیقات‌های باستانشناسی موضع‌های مختلف تاجیکستان که در نیم عصر آخر صورت گرفت در علم باخترشناسی و تاریخ تمدن و دولتداری تاجیکان صحیفه‌های نو شد. دلیل‌های تاریخی و باستانشناسی حدود افغانستان علل خصوص حفریات بلخ و تیلاتپه و حدود ترمیز، ایرتام، حدود ترکمنستان، مرو، نیسا و حدود ازبکستان، فرغانه، سرخاندریا عمومیت و شباهت بازیافت‌ها را اساسناک نموده از شکوه تمدن از شکوه تمدن، پهناوری مرزها و قدرت و توانایی دولت باختر قدیم گواهی می‌دهند. خزینه امودریا و بازیافت‌های معبد وخش سند گردید که فرض و تخمین و محاکمه‌رانی‌های احتمالی مورخان و باستانشناسان تاریخ آسیای مرکزی در خصوص موجودیت دولت پر اقتدار باختر قدیم به حقیقت واقعی تبدیل یافته افق‌های تازه علم باخترشناسی برایشان گشاده گردد. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع روح جاویدانه باختر و وخش حیات بخش در اینجا به پایان رسید. شما را در نشرهای دیگر به موضوع نو از صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ تحت عنوان نخستین قاموسنامه نیاگان آشنا خواهیم کرد.